از سلسله قصه های مثنوی معنوی، قصه بازرگان و طوطی. بازرگان پی خرید و فروش به ملک هندوستان رفتنی شد. وی پیش از سفر از نزدیکان خود می پرسید که از سرزمین هند به آنها چی ارمغان آرد و هر یک خواهش دلش را به او می گفت. این مرد طوطی داشت و در قفس نگاه می داشت. به او نیز رو آورد. ای طوطی، از هندوستان برایت چی آرم؟ طوطی گفت در هندوستان بسیار یاران و برادران من هستند. چون آنها را دیدی درد دلم را برایشان گوی. ای برادران آزاد که از هوای بهشتی نفس می گیرید و از شاخه به شاخه می جهید و شادی می کنید. اینجا من غریب و در قفس محبوسم. مرا به یاد آرید و فراموش نکنید. بازرگان قول داد که گفته های طوطی قفسیش را به طوطیان آزاد هند می رساند. وی به سفر برآمد و در باغستانی شاداب طوطیانی بسیاری را دید. مرکب خود را باز داشت و پیاده شد و به طوطیان عرض دلی طوطی قفسش را رساند. ناگاه طوطی از میان طوطیان به خود لرزید و بی جان به زمین افتاد. از این حال بازرگان غمناک و شکسته دل شد و گفت چرا این پیام را رساندم و سبب مرگ جانور شدم؟ خدا این گناهم را نمی بخشد. بازرگان کار خرید و فروش خود را انجام داد و به وطن برگشت و به همه نزدیکان و غلامان و کنیزکان تحفه ها تقدیم کرد. طوطی از درون قفس پرسید تحفه من کجاست؟ بازرگان با پشیمانی گفت من بیهوده پیام تو را به طوطیان رسانیدم. سبب پشیمانی تو چیست؟ بازرگان جواب داد همین که سخنان تو را به طوطیان گفتم، یکی از آنها لرزید و به زمین افتاد و جان داد. طوطی قفس از نقل بازرگان پیام طوطی ملک هند را دانست. لرزید و فرو افتاد و جان داد. فیغان بازرگان به فلک پیچید. ای وای طوطی خوشخوان من، در باغ‌های بهشت چون این مرغ را پیدا کردن محال بود. وای بر من، چرا این واقعه را به طوطی یگانه‌ام قصه کردم؟ داد از دستی زبان. بازرگان دری قفس را گشاد و طوطی به جان را بیرون انداخت. ناگاه طوطی پر گشاد و به دوری ها پرواز کرد. از شادی می رقصید و می بالید. دیگر آزاد بود. بازرگان از پایین فریاد زد این چی فریب بود که با من کردی؟ طوطی آزاد از بلندی جواب داد یاری هندوستانیم با رفتارش به من یاد داد که خود را به جان وانمود کنم. طوطی به جان و به سخن با کی در کار؟ خواجه تو را از قفس بیرون می اندازد و تو آزاد خواهی شد. چون این بود پیامی یاری دوری من. بازرگان حیران و ملزم از دنبال طوطی خوشبخت نظر می کرد و انگشتی حیرت می گزید.